اخراج مهاجران کاری از روسیه در سال 2025 نزدیک به 20% افزایش یافته. در این مدت تخمیناً 800 کس از شهروندی روسیه محروم گشتند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه به خبرگزاری اینترفکس گفته است که در نیم ساله اول سال روان بیش از 2800 خارجی برای ویران کردن قانونهای روسیه از این کشور رانده شدند و این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2024 17% بیشتر است. وزارت کارهای داخلی روسیه افزوده است که در نیم ساله اول سال روان همچنان تقدیم اجازت اقامت موقتی بیش از 31% و یا زیاده از 16,000 مورد و تقدیم اجازه اقامت دائمی 32% و یا بیش از 80,000 مورد کاهش یافته است. سال روان منع ورود خارجیان به روسیه افزوده به 385,000 نفر برابر شده است. در سال 2024 تخمیناً 301,000 خارجی از درآمدن به روسیه محروم شدند و یا آنها را برای پایمال کردن قانونهای بوده باش از این کشور اخراج کردند. رادیوی آزادی نیز تقریباً هر روز درباره بازداشت یا اخراج مهاجران کاری تاجیک از روسیه خبر می‌گیرد. تعداد عمومی آنها معلوم نیست. دادستانی کل تاجیکستان تنها این را تصدیق کرده است که در سال 2024 زیاده از 30,000 مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند و آن را مقامات تاجیکستان یک پیامد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در نزدیکی شهر مسکو نامیدند. در این حادثه چند شهروند تاجیکستان را گمانزد می‌دانند و محاکمه پروندهشان هنوز ادامه دارد. مقامات روسیه میگویند که اکثر مهاجران را با گناه رعایت نکردن قاعده بودوباش و یا نپرداختن مالیات و نداشتن حق کار از حدود این کشور میرانند. ولی مهاجران و حامیان حقوق مقامات روسیه را برای پایمال حقوق کارگران خارجی فراهم نکردن شرایط درست کار و زندگی و فشار و اذیت تنقید میکنند.